سلبریتی های حکومتی هم از یه طرف برای مردم ایران روزه قناعت میخونن و خودشون رو همدرد جلوه میدن. این که بگم میوه سر سفرتون رو بردارین، مرغ نخورین، گوش نخورین، قناعت کنین و خودم با این شکم باشم، بیام بگم ببین حواست به من باشه یعنی این که حواست به خودت هم باشه، هر جوری بلدی. یعنی اینکه حداقل اگه دردی رو نمیتونیم درمون کنیم آره نمک رو زخم نباش هم دیگه، نمکدون نباشیم. این زخمیه که هست الان و بیایم روی این زخم حداقل یه نوازش باشیم. حالا من که نمیتونم خوبش کنم. و از طرف دیگه سوار ماشین آخرین سیستم میشن و به مردم میگن شکر کنید که وضعیت بدتر از این نیست. جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه. ته همه این داستان ها هم چیزی نیست جز ترس از خشم مردم و جوون ها.